نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. شنوندگان و بینندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر جایی که هستید از نعمت صحت برخوردار باشید. الله کریم شما را از گزند حوادث حفظ داشته باشه. لحظاتی که در خدمت شما عزیزا قرار دارم، راجع به ذکر پروردگار که سبب آرامش و دریچه به سوی آرامش است صحبت میکنیم. الله کریم دوست داره که بنده با او ذات همیشه ارتباط داشته باشه. لحظه از یاد پروردگار و از ذکر پروردگار بنده غافل نباشه. آنهایی که به کثرت یاد میکنن خدا را، الله برشان جایزه بزرگی وعده کرده. الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. قرآن میگه مردانی که به کثرت خدا را یاد میکنن و زنانی که به کثرت خدا را یاد میکنن، دو تا جایزه در این آیت برشان وعده شد. یک، الله گناهایشان را معاف میکنه. دوم، پاداش بسیار بزرگی الله برشان نصیب میکنه. به برکت یاد پروردگار و برکت ذکر گناهت پاک میشه. از زیر باری گناه آزاد میشی. کوه گناه از شانهت برداشته میشه. وقتی از گناه پاک شدی تو به آرامش میرسی. تو از استرس و نگرانی و از دلتنگی نجات میافی. چون گناه هست که انسان را، قلبش را تاریک و دنیا را جلوی چشمانش تاریک میساز. ان للسیئة سوادا فی الوجه و ظلمة فی القلب والقبر. اما وقتی که تو الله را یاد میکنی، ارتباطت با خدا ارتباط قوی هست. پروردگار گناهت را معاف میکنه. با آرامش میرسی. از دلتنگی نجات میافی. از افسردگی نجات میافی. با آرامش میرسی. لذا همیشه به یاد پروردگارت باش. اگر آرامش میخوای، اگر نور روشنایی میخوای، اگر سعادت میخوای، اگر زندگی رضایت بخش میخوای، بدون یاد خدا، بدون ارتباط با خدا، بدون تسلیم شدن در برابر پروردگار، بدون وفاداری با خدا، تو به آرامش نمیرسی. لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله. رسول گرامی صلی الله علیه وسلم فرموده همیشه زبانت به یاد الله تر باشه. همیشه. لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله. زبانت را به یاد خدا تر داشته باش. زبانت به یاد الله در حرکت باشه. روحت با یاد الله تغذیه شوه. به یاد الله همیشه باش. در هر جایی که هستی، هر جایی که هستی الله را یاد کن. در خانه هستی الله را یاد کن. در مجلسی ذاکر الله فی الغافل مثل المصباح فی بیت المظلم. و کسی که در میان بندگان غافل الله را یاد میکنه در یک مجلس، دیگرها به فکر دنیا، دیگرها به فکر شرق غرب، دیگرها به فکر آپارتمان ها، دیگرها از دینار و درهم و کلدار و دلار صحبت میکنن و اما تو پیش خودت الله را یاد میکنی. تو از خدا غافل نیستی، دیگر همه غافل ماند، اما تنها تو هستی که ارتباطت با خدا برقرار شده. مثل المصباح فی بیت المظلم. تو در واقع چراغی هستی که در یک خانه تاریک افروخته شدی. به برکت ذکر تو ماحول تو روشن میشه، خانه تو روشن میشه، دفتر تو روشن میشه، به روشنی میرسی. یاد پروردگار
باعث آرامش. یاد پروردگار سبب بیرون رفتن از همه تاریکی ها. حضرت ابوذر غفاری از رسول خدا صلی الله علیه و خواهش کرد اوصینی یا رسول الله، یا رسول خدا مرا وصیت کن چی باید کنم؟ نبی علیه الصلاة و السلام فرمود علیک بتقوى الله، تو از خدا بترس، فانه ازین لامرک کله، چون تقوا باعث زینت تمام کارهات میشه. این وقتی تقوا داشتی، از گناه فرار کردی، از معصیت فرار کردی، از اطاعت شیطان فرار کردی، اسیر نفس نشدی و در برابر پروردگار تسلیم شدی، فانه ازین لامرک کله، همه کارهات را زینت میبخشه، همه کارهات موفقانه پیش میره. باز حضرت ابوذر فرمود که دیگر نبی علیه الصلاة و السلام فرمود علیک بتلاوة القرآن و ذکر الله عز وجل فانه ذکر لك في السماء و نور لك في الارض. گفت ابوذر قرآن زیاد بخوان، تلاوت کن و الله را زیاد یاد کن، چون یادی الله در آسمان سببی یادت میشه و در زمین سببی نور میشه. بله زینب از کابل، بفرمایید خاری گل. بله میشنم، بفرمایید. چی میکنه؟ بچهش چی میگه؟ چلالاکش نمیخوانم؟ خواه از طریق تلویزیون شما جوابتون بگیریم خاری گل. ببینین شنوندگان محترم، متاسفانه ما هستیم مسلمان، ما هستیم مذهبی و حنفی، اما از دین دور ماندیم. در دین امی جوان بسیار کار خوب میکنه که میگه چلالاکش نمیخونم، چی هست؟ ما در اسلام سوم نداریم، ما در اسلام هفتگی نداریم، ما در اسلام چلم نداریم، ما در اسلام سری سال نداریم. این چیزای ساخته و بافته کسایی است که به خاطر پر کردن شکمشان به منبر و محراب ظهور کردن. شما به متون دین رجوع کنین، در اسلام گپا نیست. شبی سیومی پدرم است، شبی هفتمی پدرم است، شبی چلومش است، سر سال است، تیتابوتی است، اسلیک است، نمیفهم ارواح مرده است، گپ سخن است. از این چیزا بگذارین. خیرات به نام خدا، اتقوا النار ولو بشق تمر. شما خیرات میکنین، نیم خرما اگر مطابق شریعت خیرات کردی، خدای متعال را در آتش نمیسوزه. اگر یک خرما به نام خدا خیرات کردی، این پیش خدا بزرگ میشه، حتی تکون مثل الجبل، تا اینکه به اندازه یک کو تبدیل میشه. اما این که شما زیر نام چلم، زیر نام هفتم، زیر نام سری سال، این چیزا پیش خدا قبول نمیشه. چون ان للمتقبل الشرطان، ان للعمل المتقبل الشرطان. ابن کثیر رحمه الله فرموده عملی که پیش خدا قبول میشه دو شرط داره، یکی موافق شریعت باشه، دوم خاص به خاطر خدا باشه. فتاوای بزازیه، فتاوای شامی، بیشترین فتاوای علمای احناف سر این موضوع بحث کردن، رد کردن. حتی اگر میت وصیت هم میکنه، وصیتش نافذ نمیشه. لذا شنوندگان محترم، بینندگان عزیز، از این خرافات، از این بدعات، از این رسومات بگذاریم. خیراتتان مطابق شریعت باشه، خیرات کن، به نام ثواب شما پدر جان ببخش، ثواب به مادر ببخش، ختم کن، دعا کن، اما روز مشخص نکن. روز خاص، شب خاص، به یک شرایط خاص، به یک شکل خاص از پیش خود که جور میکنی، باز ای بدعت هست. پیش خدای متعال نماز هم قبول نمیشه. لا يقبل الله لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمره الحدیث. وقتی انسان بدعت کرد، نمازش قبول نمیشه، روزهش قبول نمیشه، ولا صدقیت قبول نمیشه. الزا جوان میگه که من کار نمیکنم، کار خوبی میکنه.
نباید کنم، نباید کنم. امید است که جواب خدای قهرمان گرفته باشه. بله برادرای عزیز، یاد پروردگار فإنه ذکر لك فی السماء و نور لك فی الارض. برادری که تو خدا در یک تاریکی میبینی، خود را در یک سردرگمی میبینی، آینده را تاریک تصور میکنی، نگران هستی، نگران نباش. اگر میخوای که به نور روشنایی راه پیدا کنی و روزنه سعادت و خوشبختی در زندگیت باز شود، تو باید الله را یاد کنی. فإنه ذکر لك فی السماء و نور لك فی الارض. وقتی تو در زمین الله را یاد میکنی، خدا در آسمان تو را یاد میکنه. و نور لك فی الارض، و در زمین برات نور نصیب میشه، روشنایی نصیب میشه، تو از پریشانی نجات میافی. لذا آرامش میخوای، الله را یاد کن. یاد الله. وقتی خدا تو را یاد کرد، بفهم که خیلی جایگاه بلند داره. انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی است. من ذکرنی فی نفسی ذکرت فی نفسی. الله کریم فرموده بندم با ما هر گمانی که داره مطابق گمان بنده فیصله میکنم. با خدایتان بدگمان نباشید، گمان نیک داشته باش که الله کریم مرا روزی حلال میته، مرا عیلم میته، آینده مرا خدا روشن میسازه، از فقر الله مرا نجات میته، از ذلت الله مرا نجات میته. چون الله بسیار مهربان است، بسیار ذاتی مهربان است. انا عند ظن عبد بی. با خدای چگونه گمان داری؟ نگو که والای خدا خدای بایاسه و فقیر و فقیر. چی فکر میکنی خدا تو را فراموش کرده؟ خدا تو را رها کرده؟ فکر میکنی که فقر تو نشانه دشمنی خدا با تو هست؟ نه، اشتباه کردی. اذا احب الله عز وجل عبدا حماء الدنیا. یکی از نشانه محبت خدا نسبت به بندش این است که گاه گاه بنده ای را که دوست بدارد دنیا را از پیش میگیره، دنیا برش نمیده، دنیا برش نمیده. لذا با خدا گمان نیک داشته باش. و الله کریم فرموده که وقتی که بنده مرا پیش خود یاد میکنه، ما او را پیش خود یاد میکنم. چقدر خوشبخت هستی. در میان میلیاردها انسان خدا در آسمان نام تو را میگیره. الله نام تو را میگیره، نام تو خواهره، نام تو دختره، نام تو جوانه، نام تو دکتر انجینیر، نام تو ژورنالیست. الله میگیره چون تو نام الله را گرفتی. الله تو را یاد میکنه چون تو الله را یاد کردی. وقتی که خدا تو را یاد کرد، دیگر تو دچار بدبختی نمیشی. یاد خدا سبب ریزش رحمت خدا سرت میشه. دوست نداری که خدا تو را یاد کنه؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله. در هر جایی که هستی الله را یاد کن. در خانه الله را یاد کن. داخل خانه میشی، با یاد الله داخل خانه شو. رسول گرامی صلی الله علیه وسلم وقتی داخل خانه میشتن، بسم الله اللهم انی اسألك خیر المولج و خیر المخرج، بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا و علی ربنا توکلنا یا و علی الله ربنا توکلنا. این دعا هست. داخل خانه شدی، دعا خواندی، شیطان صدا میزنه که لا مبیت لکم. شیطان با دیگه شیطانا میگه که اینجا جای خوابیدن ندارین. در وقت یادی، در وقت طعام اگر یاد خدا کردی، ذکر مسنون کردی، بسم الله اللهم بارک لنا فی و اطعمنا خیر منه. هر طعامی را که میخورین غذا را شروع کردی، بسم الله اللهم بارک لنا فی و اطعمنا خیر منه. اگر شیر میخوری، بسم الله اللهم بارک لنا فی و زیدنا منه. اداره که خواندی، شیطان با دیگه شیطانا صدا میزنه لا عشاء لا مبیت لکم ولا عشاء. اینجا شما جای خوابیدن ندارین، اینجا شما جای غذای خوردن ندارین. پس شیطان از خانه تو بیرون میشه. تو از شر شیطان نجات میافی. شیطان است که زن با شوهر میجنگانه، شیطان است که پسر را با پدر میجنگانه، شیطان است که دختر را با مادر میجنگانه،
شیطان است که باعث بی‌برکتی در خانه میشه، باعث دلتنگی، باعث عدم اتفاق ائتلاف در خانه میشه. با یاد خدا تو شیطان رو از خانه دور کردی. حالا خواهر عزیز، تو که داخل خانه میشی کدام دعا میخونی؟ برادر محترم، تو داخل خانه میشی دعا میخونی؟ یاد داری؟ غذا که میخوری کدام دعا رو میخونی؟ در وقت غذا خوردن 50 سال از عمرت گذشت، برای یک بار دعا رو خواندی؟ نخواندی. لذا از فامیلا شکایت است امروز خانه مسلمان به جهنم تبدیل شده. غم، پریشانی، بی اتفاقی در کله یک دیگر بزن، وحدت و اتفاق ائتلافی وجود نداره. چرا؟ چون شیطان این نقش شیطان بازی میکنه. نباید که خانه ایمان را دفتر شیطان بسازیم. وقتی که ما داخل خانه شدیم ذکر نکردیم، در وقت نان خوردن ذکر نکردیم، ذکر مسنون نکردیم، شیطان دیگر شیطانا را صدا میزنه که ادرکتم المبیت والعشاء، بیایید که بخیر جای خوابیدن غذای خوردن براتان یافت شد. پس تو پریشان میشی، پس تو نگران میشی، خواب به چشم را پیدا نمیکنه، چشم پت میکنی بس یک بلا سرت میآید. و برکت ذکر و یاد خدا از شر شیطان شما نجات میافین. لا یزال لسان کرتا من ذکر الله. از خانه بدر میشی برادری عزیز، و یاد خدا بیرون شو. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. بسیار مختصر. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. وقتی این دعا را خواندی، شیطان و دیگه شیطان میگه کیف لک برجل کفیه و هدیه و وقیه. شیطان به دیگه شیطان ها میگه که شخص شما چگونه گمراه میکنین که هدایت شد، کفایت شد و از شر شیطان حفاظت شد. بله هدایت میشی، در کار و بار خدا موفقیت برات نصیب میکنه و از شر شیطان در امان میمانی. در طول روز باز تو دچار زلات و وساویس و اغوای شیطان نمیشی. برادری عزیز، از کار مسنون یاد کنین. خواهری که تو 16 سال تحصیل کردید، در 16 سال چقدر احادیث یاد داره؟ حالا چیغ میزنی که مکتب و پانتون. از مکتب و پانتون چی یاد گرفتی؟ چی یاد گرفتی؟ انگلیسی را تو یاد داری، ریاضی را یاد داری، شمیدیس یاد داری، خلیدیس یاد داری، الجبر و غیره و غیره را یاد داری. اما متاسفانه دعاهایی که رسول خدا برای امت تلقین کرد یاد نداری. 16 سال را که روز قیامت در دادگاه عدل الهی پیش شوی، از این امرت الله تو را پرسان کنه. چی نوع علم به خدا میبری؟ کدام علمه؟ اشعار اون دور امروز خواهرای ما یاد دارن. دختر مسلمان داخل خانه میشه، بیرون خانه میشه، سر سفره اشعار هندو از زمزم میگه که محبت کی تجلی سے که دورت دور ہوتے ہیں. از خدا بترس. و جایزی اشعار احادیث پیامبر و اذکار پیامبر را بخوان که دلت روشن شود، چهرهت نورانی شود. از این بدبختی که امروز گریبانگیرت است نجات بیافی. امروز چقدر دخترها پریشان هستن. درود شاگرد آمد گفت 2 دختر با شما کار دارم. من گفتم من نمیخوام که با دخترها رو برو صحبت کنم، شماره تلفن ما برش بده. تماس گرفتن. هر دیزنا مشکل چی داره، ما جادو شدیم. چی تو جادو شد؟ دلتنگ هستم. خواهر گل جادو نشده، اعمال دلت را تنگ کرده. تو یاد خدا نداری، تو ذکر نداری، تلاوت نداری، سجده نداری، حجاب نداری. داری چی داری؟ موسیقی میشنوی، فیلم ها را میبینی، از هنرمندای بی هنر آگاهی داری، از رقاصه ها آگاهی داری. پس این باعث تاریکی قلبی تو میشه. پس تو فکر میکنی که کسی مرا جادو کرده. نه، هیچ کس را جادو نکرده. عملت تو را دست پاید را بسته کرده. عملت باعث تاریکی قلبت شده. این لسیتی سواد فی الوجه و ظلمتا فی القلب والقبر. عبدالله ابن عباس فرموده. قلب تاریک شد. امروز ایده دخترها موی سرشان ریخته رایی است. دخترها در طی بسیار کم چند تا دختر آتش زد خود سوخت. چرا؟ آرامش نداره. از دور منزل خود پرت کرد. زهر خورده.
علتش چیست؟ آرامش نداره. چرا آرامش نداره؟ چون ذکر نداره، تلاوت نداره، نماز نداره، سجده نداره، حجاب نداره. الا بذکر الله تطمئن القلوب. یاد پروردگار، نماز یاد خدا هست، قرآن یاد خدا هست، تلاوت یاد خدا هست، دعوت یاد خدا هست، حجاب یاد خدا هست، پایبندی به دین خدا یاد خدا هست. با یاد خدا انسان به آرامش میرسه. هر جایی که هستین الله را یاد کن. اگر در بلند منزل بالا میشی، کنا اذا صعدنا کبرنا و اذا نزلنا سبحنا. وقتی در پهلپا طرفی منزل 3 و 4 بالا میشی، الله کریم همه شما را 10 منزله نصیب کنه. از خدا بخواهید. همه دوستا، خصوصا شنوندگان بینندگان ما را پروردگار هر کدامش 10 منزل 20 منزل برشان نصیب بفرما. زندگی با سعادت الله نصیب بفرما. خدا برای 2 منزله داد، جور کنیم، بسازین. دین با دنیا در ستیز نیست. او دنیایی که تو از خدا غافل میسازه. چیست دنیا از خدا غافل بودن؟ نی قماش و نقره و فرزند زن. تجارت ها رو رشد بتین، خب موترهای قیمتی بخرین، لباس های زیبا و مقبول بخرین، اما تعلقتان با خدا باشه. خدای متعال برای تک تکی شما دولت حضرت عثمان غنی را نصیب بفرماید. امروز اگر برادرها خواهرای مسلمان ما همه سرمایه دار می بود، آیا مدارس ما فقیر می بود؟ مساجد ما تو خار می بود؟ مؤسسات خیریه ما و برنامه های علمای ما بسیار ضعیف می بود؟ نخیر. لذا وقتی که خواهر گل در بلند منزلت بالا میشی، بگو بالا میری، هر قدمی که در هر پهله‌ای که پایت را بلند میکنی، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. وقتی از بلند منزل تا شدی، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. این اذکار را بخوان. با اولادتان یاد بدین. روزی در بلند منزل بالا میشتم، بعد از نماز خفتن پشت سرم بچه یکی خوردیم بود. متوجه شدم که هم گفته است الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بله، تو مادر، تو پسر، تو پدر، اولادت را یاد بتی که تا میشی بچیم پلپاتا شدی سبحان الله. چی آنا؟ سبحان الله. خدایا تو پاک استی از زوال، ما از بلندی پست میشیم، سر ما زوال میآید، سر ما فنا میآید، اما تو پاک استی که همیش بلند استی. وقتی بلند میشی الله اکبر، خدایا ما بلند شدیم ولی از همه کرده تو بزرگ هستی. الله اکبر. طرفی بازار میرین، با ذکر حرکت کنین. در موتر سوار میشی، در آیلکس سوار میشی، خدای کریم با همه شما موترهای آیلکس مدل بالا نصیب کنه. وقتی که ما من راکب یخلو فی مسیره بالله و ذکره الا ردفه ملک. وقتی تو در موتر سوار شدی، در اسبت، هر آن چیزی که اسباب سواری است سوار میشی، بازی کن. دعای سواری باید یاد باشه، دعای سفر باید یاد باشه. بازی کن، سفرت را بازی کن، طی کن. الا ردفه ملک. پیامبر خدا میفرماید که پشت سر این شخص فرشته میباشه. خبر نیستی تو را فرشته ها امراهی میکنه. در سیتی اول خودی تو هستی، در سیتی دوم فرشته ها با تو هست. موترت با فرشته ها پر است. پس این سفرت مبارک است. به دفترت میری سفرت مبارک، به دکان میری سفرت مبارک، به مکتب و پهنتون و مدرسه و کورس میری سفرت مبارک است. این سفرت نامیمون نیست، این سفر نامبارک نیست. و باز فرمودن ولا یخلو بشیر و نوی الا ردفه شیطان. اما وقتی که در سوارت سوار میشی، با موسیقی، با آهنگهای مشوق فساد حرکت میکنی، از خدا غافل هستی. الا ردفه شیطان. پیامبر خدا میفرمه که پشت سر شیطان است. امروز خیلی جوان هستن که شیطان ها را چکر میتن، چوک به چوک شیطان بار کرده. چی داری در موترت؟ 1-5 تا شیطانک دارم. شیطان ها را سواری نتین. پس این جوان پریشان پریشان، بهترین موتر زیر پایش است، اما آرامش نداره. آرامش نداره. چرا؟ چون دوستیش با شیطان است. موترش پر از شیطان است. شیطان خب محال تاریک میکنه. روز یکی از جوانا
موترش را برو گرفت. گفت مولانا صاحب داخل موترش شدم. پسر یکی از سرمایه‌دارا هست. اول پرسی کردم، از جوابش نتیجه گرفتم که این جوان از زندگیش ناراض است. این موتر زیر پا برش تابوت است. چند روز پس کسی تماس گرفت، گفت مولوی صاحب بچه فلانی زهر خورده در شفاخانه هست. زهر خود میکشه. چرا؟ به موتر است، پول نداره، همه چیز داره، اما در موتر شیطان ها هستن. شیطان ها را سواری میته الا ردیف و شیطان. با شیطان ارتباط قطع کن، از شیطان فرار کن، دروازه را بروی شیطان بسته کن. برادری عزیز، از طریق یاد پروردگار تو میتونی که از شیطان نجات بیافی. از طریق یاد الله تو از شیطان نجات میافی. الحصون للمؤمن من الشیطان ثلاثه. حضرت کعب الاحبار فرموده 3 قلعه است که مسلمان میتواند که وارد قلعه ها شود و از ضرر شیطان نجات بیافت. وقفه داریم، انشاءالله بعد از وقفه دوباره به خدمتتان برمیگردیم. خوش آمدید شنوندگان محترم. عنوان موضوع من بود ذکر دریچه به سوی آرامش. بله برادرای عزیز و شنوندگان محترم، آرامش گمشده هر انسان است. هر انسان تلاش میکنه که به آرامش برسه، به سعادت برسه، ولی برخی ها در ثروت، برخی ها در قدرت، برخی ها در شهرت آرامش را جستجو میکنن. برخی ها در سیگار و هیروئین و مورفین آرامش را جستجو میکنن. برخی ها در فیلم های مبتذل و موسیقی های مشوق فساد آرامش را جستجو میکنن. برخی ها در تفریح و خوشگذرانی آرامش را جستجو میکنن، ولی در این موارد آرامش یافت نمیشه. اگر تو بر قدرت دنیا هم باشی، ارتباطت با خدا قطع باشه، تو به آرامش نمیرسی. شاید به نام ناپل اون آشنا باشید، یکی از قهرمانای غرب، ناپل اون فرانسوی. او میگه من در طی قدرت، در زمانی که قدرت داشتم 6 روز هم احساس آرامش نکردم. همه چیز پیش بود، همه چیز، همه امکانات، همه اسباب آرامش، اما آرامش با مایکروسکوپ نمیدید. چرا؟ چون ذکر نداشت، یاد الله نداشت. عبدالرحمن اموی در اسپانیا 50 سال پادشاه بود. او میگه در طی 50 سال پادشاهی تنها 14 روز احساس خوشحالی کردم، دیگر من خوشحالی نداشتم. 14 روز. چرا؟ در قدرت رسید اما با آرامش نرسید. ولی برادرای عزیز، آرامش در چوکی نیست، آرامش در قدرت نیست، آرامش در شهرت نیست، آرامش در دین الله است، آرامش در یاد الله است. الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باش که به یاد خدا قلب آرام میگیره. اگر تو میگی که من خود یاد خدا را میکنم، ذکر میکنم، نماز میخوانم، اما با وصف این همه قلبم پریشان است، دلتنگ هستم، برادری عزیز، این تابلیتی است که 100% تضمین شده است که به تو را آرامش میته. یاد خدا، ذکر، نماز، تلاوت، بندگی سبب آرامش تو میشه. اما این تابلیت با خود چیزی داره که از او باید پرهیز کنی، که گناه هست. تو باید از گناه پرهیز کنی. از حضرت عطار میگه آن که از جهل است دائم در گناه که حلاوت یابد از ذکر اله. حضرت شیخ عطار فرموده او کسی که گناه میکنه با یاد خدا به آرامش نمیرسه. تو میگوی سبحان الله، به زبانت سبحان الله و به گوشت موسیقی میشنوی. تو میگوی سبحان الله، به زبانت سبحان الله، به چشمت فیلم میبینی. تو میگوی به زبانت سبحان الله، در قلبت کینه و کدورت داری. تو میگوی به زبانت سبحان الله، اما حجاب رعایت نمیکنی. پس یاد خدا سبب آرامش نمیشه. یاد خدا همراه با فرار از گناه. خدا را درست یاد کن، نماز درست بخوان، درست تلاوت کن، حجابت را به صورت درست رعایت کن، زبانت را حفاظت کن، گوشت چشمت را حفاظت کن. باز ببین که یاد پروردگار
چگونه با تو آرامش نصیب میکنه؟ کن ذکری حق که در خود گلزار حق ببینی، با دیده دل خود انوار حق ببینی. از فرط شوق ذوقی در لبس خود نگنجی، چون در جهان به هر شی آثار حق ببینی. در هر جا هر چیزی را که میبینی او صدا میزند به وحدانیت خدا. از خوشحالی در لباست نمیگنجی. این دنیایی که لقب دار حزن، لقب خانه غم را کسب کرده، خدای متعال این دنیا را برای جنت میسازه. هستن برادرها و خواهرای مسلمان ما که هیچ نوع نگرانی ندارن، هیچ نوع پریشانی ندارن، نه پول داره، نه بلند منزل داره، نه موتر مدل بالا داره، حتی لباسایی که انسان باید داشته باشه لباس درست هم ندارن، غذای درست هم، غذای کافی برای خوردن ندارن، اما آرامش دارن. چرا؟ چون نماز دارن، ذکر دارن، تقوا دارن، اعتماد به خدا دارن، در برابر خدا تسلیم شدن. همه دنیا از تو باشه که آرامش نداشته باشی، همه دنیا. اینمی رئیسی شرکتی که موترهای سوزوکی تولید میکنه، در یک ساعت در شرکتش یک موتر تولید میشد. خوراکش چی بود؟ خوراکش آب نسک، چیزی دیگری خورده نمیتونست. روزی در گلاس آب نسک برش آورده میشه، متوجه میشه اوه کمپانی ما کمپانی است که در یک ساعت یک موتر تولید میشه، پول از ما، دلار از ما، زندگی از ما، خوراک ما چی است؟ یک گلاس آب نسک. صدا میزنه که تفنگچه را بیارین، تفنگچه را میاد، فرقش میمونه، مغزای خدا پاش میکنه. چرا تو میکنه؟ قاتل خود چرا میشه؟ چون آرامش نداره. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خوب ذکر کنین، خوب تلاوت کنین، خوب قرآن بخوانین، به نمازهایتان پایبند باشین، زبانتان را حفاظت کنین، زبان دروغگو نداشته باش، زبان فحشگو نباشه، زبان طعنه زننده نباشه، چشم چران نباشد، با دیدن این نامحرم لذت نباید، چشمت نظر حریصانه و لذت جویانه نباشد، گوشت موسیقی شنو نباشد، فکاهیات و درامه ها رو نباید بشنوی. و تو به یاد پروردگار و به یاد خدا با آرامش میرسی. الا بذکر الله تطمئن القلوب. یاد پروردگار سبب رفتن تو به بهشت میشه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن که لا یذکرن الله اقوام علی فرش ممهده یدخلهم الله درجات العلا. ایده بندگان خدا در دنیا بالای توشکای نرم الله را یاد میکنن، الله را در بالای توشکش یاد میکنن، از همین توشکای نرم وارد بهشت میشه. با میدان جهاد نرفته، 70 سال و 80 سال ریاضت نکرده، ولی با برکت یاد پروردگار وارد بهشت میشه. سر توشکت میشینی تا زمانی که خواب به چشمت میآید و خواب ترا غافل میسازه، باید یاد الله را کنی. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. از کار مسنون بیشتر تمرکزتان برادرها و شنوندگان محترم سری از کار مسنون باشه. ذکرهای مسنون که در خواب کدام ذکر، در نان خوردن کدام ذکر، داخل خانه میشم کدام ذکر، از خانه میبرم کدام ذکر، حتی با همسرت یک جا میشی. وقتی بنده مومن با همسرش یک جا میشه، بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، این دعا را بخوان. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده و این قدر ولدا فی ذلک لم یضره شیطان ابدا. وقتی بنده مومن این دعا را میخونه، در هم بستری خدا برش اولاد نصیب میکند، لم یضره شیطان ابدا. این اولاد وقتی که به دنیا میآید شیطان ضررش نمیرسانه، از شر شیطان در امان میمانه. کودک به دنیا میاد تا مادر بیدارش نکنه بیدار نمیشه، مست است، هیچ سر صدا نیست. وقتی کلان میشه از نقل حرکاتش انسان خوش میآید. بالاخره از این بچه یک دعوتگر جور میشه، یک تاجری مسلمان، یک دکتری مسلمان، یک انجینری بسیار خوب، یک ژورنالیست بسیار موفق، یک دختری با حجاب جور میشه.
چون شیطان نمیتونه که را ضرر برسانه، شیطان نمیتونه که گلاس شراب برش بده، شیطان نمیتونه که پایش را با سفره قمار بکشانه، شیطان نمیتونه که سر بالای اعصابش تاثیر بگذاره. اما اگر اداره نکردی باز شیطان این بچگه که تو رسید تا زنده است آزار اذیت میرسونه. وقتی به دنیا میاد سب ده ایام شیرخواری هر شب سب دیگه ای پدر تو شکی خودم میره به اتاق دیگه میره. چرا؟ از خواب نمیمونه، به خواب نمیمونه. شیطان خلا میزنه کمی سری پاک استاد شو سب گاه مرغی هم سیاره، گاه شوشه هم سیاره، گاه دری هم سیاره، گاه پنجره هم سیاره، هر روز یک جنجال است. کمی کلانتر که سب سلی کتی مادر میزنه، لگت کتی پدر میزنه، از این بعد یک شرابی یا قماری یک قاچاق برجور میشه. برادری محترم، خواهری گل، تو ظلم کردی، با اولاد ظلم کردی، به خاطر نجات از شیطان و از جادوگر چقدر به نزد جادوگرها رفتی، چقدر پول مصرف کردی. اما چی میشه که بری 5 دقیقه یک گوشگک بشی امی کتاب بگیر دعا را یاد کن، بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. بری 5 دقیقه یک دعا را یاد کن تا زنده هستی، در نوری هستی، در روشنایی دعا زندگی کن. اگر نیاز باشه ما کتاب داره، الحمدلله من بنده گناهگار یک کتابی نوشته کردم به نام دعاها و ذکرها در 24 ساعت زندگی مسلمان. این کتاب باید پیشتان باشه، این کتاب باید پیشتان باشه. اگر نیاز باشه پی دی اف برای شما عزیزا میفرستیم. روز یک دعا را یاد کنین، یک دعا، یک دعای مسنون پیغمبر را یاد کن. بعد در زندگی نور را ببین، بعد آرامش را در خانت ملاحظه کن. الا بذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا. قسمی که قبلا گفتم که یاد خدا تنها سبحان الله و الحمدلله و الله اکبر نیست، یاد خدا یعنی پایبندی به دین خدا. سبحان الله ذکر است، قرآن تلاوت ذکر است، نماز ذکر است، درود ذکر است. روزی که از جوان آمد گفت دلم بسیار تنگ است که امروز یک جوانی مانی بلکا جوانی ما دچار این مشکل است، دچار بدبختی است، دلتنگی، افسردگی، کوفتگی اونا را تهدید میکنه و گرفتار هستن. گفتم ذکر زیاد کن. آیسته جوان روزی آمد گفت مولوی صاحب به حد احساس آرامش میکنم که دوست دارم که همین لحظه الله روحی مرا قبض کنه، یعنی به دیدار پروردگارم بروم. دیگر من در دنیا هم نیاز ندارم، از این دنیای تاریک من هیچ به این دنیای تاریک علاقه ندارم. من دوست دارم که خدای کریم روحی مرا قبض کنه و به ملاقات پروردگارم بروم. بله نثار احمد صاحب از کابل خوش آمده، بفرمایید صاحب. مانده نباشید صاحب. چیزا؟ خواه بچشم خدا حافظ. این وقت دوستای عزیز، وقتی که بنده مومن با همسرش میخواهد که هم بیستر شود، این دعا را بخونه: بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. بسیار کوتاه. بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. ماشاءالله. ببینین دوستای ما خیلی علاقمند به دین هستن. دوستی که این گونه در مسلمانی که این مسلمانی که خداوند دروازه ها را برش باز میکنه، این مسلمانی که در او انابت باشه. و یهدی الیه من اناب. روزی درباره ذکر صحبت میکردم. یکی ما ذکری داریم که وقتی بنده مؤمن ذکر را کنه خداوند از قرضه ها نجاتش میده. قرض. یکی از دوستا آمد، یکی از جوانا گفت مولانا قرض دار هستم، بسیار پریشان هستم، چی باید کنم؟ من گفتم این دعا را بخوان: اللهم اینی اعوذ بک من الهم والحزن و اعوذ بک من العجز والکسل و اعوذ بک من الجبن والبخل و اعوذ بک من غلبة الدین و قهر الرجال. این دعا را بخوان. گفت دعا را یاد ندارم.
من گفتم برات نوشته میکنم ادعا را حفظ کن. گفت سواد ندارم. گفتم خیر چی؟ نه یاد داری نه سواد داری، در کشور اسلامی حالات هست. خیر. گفت من قسمی که برادر ما نثار احمد جان میگه من ضبط میکنم. گفت من در تلفنم ضبط میکنم، شما بخونین. تلفن روشن کرد، من دعا را خواندم. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن و اعوذ بک من العجز والکسل و اعوذ بک من الجبن والبخل و اعوذ بک من غلبة الدین و قهر الرجال. هر کی دعا را بخونه اگر $1,000,000 هم قرضدار باشه، من یقین دارم در وقت بسیار کم خداوند ای بنده را از زیر بار قرض خلاص میکنه. ای بنده خدا ادعا را ضبط کرده. بالاخره روزی آمد خنده میکرد، لبخند به لبش بود. گفت مولانا الله متعال مشکلی مرا حل کرد. چگونه مشکلت حل شد؟ گفت یکی از مؤسسه‌ای که قبلا کار میکردم طلبم کرد، گفت بیا رفتم 20 کم $2,000 به من داد، قرضایم را خدای متعال از او طریق از بین برد، خلاص کرد. بله، با یاد خدا شما با آرامش میرسین. به سبب یاد خدا از زیر بار قرض خلاص میشی. به سبب یاد پروردگار از صدها مشکلات و از صدها پریشانی ها نجات میافین. قرآن میگه که الا بذکر الله تطمئن القلوب، قلبت مطمئن میشه. دیگر از قرض نگران نیستی، از اولادت نگران نیستی، از آینده نگران نیستی، از همسرت نگران نیستی، از همسایت نگران نیستی، از موترت نگران نیستی. بخود یاد خدا را کرده ریز بده، پروردگار حفاظتت میکنه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. قسم به خدا ما بارتان میگم برادرای عزیز که ما و شما اگر به گفته های پیامبر خدا باور داشته باشیم، به یاد پروردگار اگر زبانمان تر باشد، در برابر راکیت هم خدا ما را حفاظت میکنه. بله، تمنا از کابل. بفرمایید خواهر گل. و علیکم السلام و رحمت. دعاها و ذکرها، دعاها و ذکرها در 24 ساعت زندگی مسلمان. نه خیر، در خانه تان خواهر گل اگر محرم نامحرم نباشه هیچ مشکل نداره. وقتی شما با کوچه میبراین یا خانه ایورتان یا بچه کاکایتان، کسایی که نامحرم هستن اگر وارد خانه میشن از اونا حجاب کنین. اما اگر پسرتان یا برادرتان، پدرتان، شوهرتان با شما هست، نیاز نیست که شما حجاب کنین. بله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. با یاد پروردگار با آرامش میرسین. با یاد پروردگار، به سبب یاد پروردگار شما از شیطان نجات میافین. الحصن للمؤمن من الشیطان ثلاثه. 3 تا قلعه بزرگ است که انسان از شیطان نجات. یکی ذکر الله، مسجد و تلاوت، کتاب پروردگار زیاد خواندن. الله را یاد کن، خدا حفاظتت میکنه. به سبب ذکر تو از ضرر دشمنت نجات میافی، چون خدا تو را حفظ میکنه، خداوند تو را یاد میکنه. میگه به یاد خدا باشی. وقتی ما و شما با پیرزنا پیرمردا که خداحافظی میکنیم، یکی از دعایشون برو به یاد خدا باشی. منظورشان چیه؟ یعنی خدا حفاظتت کنه. وقتی که تو به یاد خدا بودی، خدای متعال تو را حفظ میکنه. قماندان پناه شهید شاید که به نامش آشنا باشین، در زمان جهاد در کتابی خواندم برادرای عرب در زمان جهاد با ما زیاد بود، با مجاهدین ما. مجاهد عرب چشمدید خدا حکایت میکنه، میگه ما با قماندان پناه سفر داشتیم، موتور کلان بود، در یک منطقه رفتیم که روسا موتور تلاشی کردن که وقتی قماندان پناه را در میان سرنشینا دیدن صدا دادن پناه پناه پناه، چون قماندان پناه آدمی مشهور بود. روسا تا شدن، کمین گرفتن، 4 اطراف موتور کمین گرفتن، 12 روسی بود. قماندان پناه هم تا شد. پیش قماندان پناه یک کلاشینکوف است. جنگ شروع شد. این برادر عرب میگه من متوجه شدم که 12 تا کلاشینکوف سر قماندان پناه این مرمی مثل باران میریخت و یک مرمی هم به پیکر قماندان پناه اصابت نکرد. قماندان پناه 12 روسی را کشت، سرایشان را جمع کرد، داخل موتورش گفت بریم بخیر. استغفر الله. گفتم پناه چی راز بود؟ چی داشتی؟
زیری خونه داشتی در پتن. چگونه محفوظ ماندی؟ واقعیت بگو، راستش را بگو. قماندان پناه گفت که ما را در معسکر درس دادن که صبح شام 3 بار بخوانیم بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم. اداره 3 بار بخوان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. این دعا را وقتی که 3 بار بخوانی صبح و شام، پیامبر خدا فرموده لم یضره شیء، هیچ چیزی ای بنده را ضرر نمیرسانه، هیچ چیزی. بله برادری عزیز، وقتی این دعا را تو صبح و شام بخوانی، از شر شیطان در امن میمانی، از شر جادوگرا در امن میمانی، از شر مار گشتم در امان میمانی، از شر حاسدا و بدخواه در امان میمانی، با آرامش میرسی، به سعادت میرسی. خوب یادم است طالب العلم بودم، بعد از نماز صبح در میان زمینا گشت میزدم، وقتی زمستان بود پتو در سر کشیده بودم، بیادای ماف یک سگ بسیار بزرگ، ما خبگیر میگیم، تو مخفیانه آمد قب کرد از زمین، ران ما گرفت. ما فکر کردم که استخوان میده شد، به حدی پچخ کرد، ما فکر کردم که استخوانایم میده شد. وقتی متوجه شدم که بسیار یک سگ کلان از می پای محکم گرفته، چیغ زدم. انسان که بترسه بسیار چیغ میزنه و از چیغ سگ میترسه، به حدی چیغ زدم که سگ فرار کرد. من فکر کردم که پای من گوشتم خواست بین رفت، استخوانایم میده شد. بالاخره وقتی متوجه میشم باورتان بیه که بسیار معمولی از سر پوستم اندک تأثیر کرده دندان سگ. سبحان الله، یادم آمد که این برکت ذکر است. اگر من این ذکر را نمی کردم حالا ممکن پایم لنگ می بود، حالا ممکن پایم فلج می بود. لم یضره شیء. لذا برادرای عزیز، شنوندگان محترم، امروز امت اسلامی چقدر مشکلات داره، چقدر پریشانی ها. این همه زاده دوری ما از دین ما است. یاد الله را زیاد داشته باشید، به یاد پروردگارتان زبانتان را ترک کنین و از گزند حوادث خدا حفظ کنین. وقتی ما و شما الله را یاد میکنیم، پروردگار متعال ما را در آتش نمیسوزه. ما من عمل انجا در روایتی آمده، هیچ عمل از ذکر خدا کرده باعث نجات انسان از عذاب نمیشه. و در روایت دیگری آمده روز قیامت الله متعال اعلان میکنه اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقامی. یک انسان از بس که زیاد گناه کرده داخل دوزخ میشه، ولی در دنیا یک بار گفته الله، یک بار الله گفته، خدا را یاد کرده، الله کریم در روز قیامت اعلان میکنه، فرمان میته اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقامین. الله فرمان میته بنده ایم که یک بار مرا یاد کرده، بنده ایم که در دنیا در جای از ما ترسید چشمش را حفاظت کرد، ترسید لقمه حرام نخورد، ترسید دروغ نگفت، ترسید حق دیگران را ضایع نکرد. الله فرمان میته که این بنده ما در آتش نباش، اخرجو، این بنده ام را از آتش بیرون کنیم. چی کسی این فرمان را لغو میکنه؟ لغو کرده میتونه؟ نخیر. لذا الله را زیاد یاد کنین، به یاد پروردگار ارتباطتان با خدا قوی میشه. به سبب یاد پروردگار زیر سایه عرش الله قرار میگیرین. سبعة یظلهم الله فی ظل یوم لا ظل الا ظله. در روز قیامت 7 طایفه مردم زیر سایه عرش الله قرار دارن. یکی از این 7 طایفه و رجل ذکر الله خالیا ففازت عینا، کسی که الله را یاد میکنه در گوشه که خانهت، در گوشه مسجد، در گوشه دفترت الله را یاد میکنی و از عذاب پروردگار و از خشم پروردگار همه را جلوی چشمایت قرار میدی. گذشتگان تا که چقدر انسان ها بودن همه از دنیا رفتن، چقدر انسان های قوی، چقدر انسان های زورآور بود، همه رفته. کجا شدن؟ پدر جانم کجا شد؟ مادرم کجا شد؟ عزیزم کجا شد؟ پسرم که گوشه جگرم بود کجا شد؟
برادرم که بازویم بود کجا شد، فلان قدرتمند کجا شد، فلان سیاستمند کجا شد. پاسخ چی است؟ مردن، از بین رفتن. کفنهایشان چیر شد و سخانهایشان پوسیده است، خونهایشان خشک شده، بدنشان تکه تکه شده. خدایا این حالت سریمه می آید. از یک طرف یاد ذکر خدا سبحان الله الحمدلله، از یک طرف یاد مرگ. شاید که اشکت بریزه. وقتی که اشکت چکید بفهم که این قطره اشک تو را به زیر سایه عرش خدا رسوند. و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. به این خاطر برادرای عزیز، شنوندگان محترم، کوشش کنین که به ذکر خدا بسیار پایبند، خصوصا تسبیح ها داشته باشین. تسبیح 100 دانه 100 بار سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نبی علیه الصلاة و السلام کسی که صبح شام 100 بار سبحان الله میگه کان کمن حج 100 مره، گویا که 100 بار حج کردی، اجر ثواب 100 حج را الله برات نصیب میکنه. برادری عزیز، اگر سرمایه‌دار یک بار به حج رفت و تو در یک روز 100 بار حج میکنی، حج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. ثواب حج، کسی که حج میکنه حجش قبول شود، خدای متعال جنت برش میده. وقتی که انسان از حج واپس میشه رجع کیام ولدت امه، از گناه چنان پاک میشه که گویا اصلا گناه نکرده. 100 بار سبحان الله، 100 بار الحمدلله، که 100 بار الحمدلله 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 الحمدلله. کان کمن حمل علی 100 فرس، آنقدر ثواب الله برات میده گویا که 100 تا اسب را با ابزارش در راه خدا خیرات کردی، با مجاهدین کمک کردی. او غزا 100 غزوه، یا 100 بار در میدان جهاد شریک شدی. و کسی که برای 5 دقیقه در میدان جهاد شرکت کنه وجبت له الجنه، پیامبر فرموده که جنت برش واجب میشه. تو اینجا ذکر میکنی صبح و شام میگوی 100 بار میگوی الحمدلله الحمدلله، گویا که در برابر اسرائیل جنایتکار به خاطر آزادی بیت المقدس داری میجنگی، با میدان جهاد گویا رفتی. و 100 بار بگو لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. کان کمن اعتق 100 رقبه من ولد اسماعیل، کسی که صبح و شام 100 بار میگه لا اله الا الله لا اله الا الله، نبی علیه الصلاة و السلام میفرمایه که گویا 100 غلام از اولاد حضرت اسماعیل آزاد کرده. 100 غلام. کسی که یک غلام آزاد کنه اعتق الله له بكل عضو من النار، خداوند متعال این بنده را از آتش دوزخ آزاد میکنه. این تو روزی گویا 100 بار خدا از آتش دوزخ آزاد کرده. و کسی بگه 100 بار الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر صبح شام 100 بار بگه، از لحاظ ثواب هیچ کس از این بنده سبقت نمیگیره. پس برادری عزیز، برای 5 دقیقه، برای 10 دقیقه صبح شام نماز صبح خواندی، برای 10 دقیقه از کار صبح شام بخون و تسبیح 100 دانه‌ای داشته باش. 100 بار بگو سبحان الله، 100 بار الحمدلله، 100 بار الله لا اله الا الله، 100 بار الله اکبر. دنیای خدا ثواب کمایی کرده. با برکت ثواب ایمانت قوی میشه، روزیت زیاد میشه، جسمت سالم میمانه، خانهت نورانی میشه، قلب لبریز از نور و معنویت میشه و در میان مردم به عنوان یک انسان دوست داشتنی شناخته میشه. پدر دوست داره، پسر دوست داره، همسر دوست داره، شوهر دوست داره، همسایه دوست، همگان تو را دوست داره. چون تو با برکت ذکر به یک در قیمتی تبدیل شدی. چی میشه برادری عزیز؟ که با اذکار پایبند باشی. یک حدیث دیگری آمده که نبی علیه الصلاة و السلام فرمود که ای عاجز احدکم، فکر میکنم که وقتی برنامه ما تمام شد، امیدوار هستم که خواهرها، برادرها، شنوندگان ما با اذکار پایبند باشن و آنچه که گفتیم الله متعال و المره و باز همه شنوندگان را توفیق عمل نصیب بفرماید. تا برنامه آینده شما عزیزان دل را به الله کریم میسپارم. ایام بکامتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.